عیبدار کننده دولتی از دادگاه شهر پنجکند برای ژورنالیست خورشید فوزیلوف 7.5 سال زندان را طلب کرده است. مرافعه پرونده این ژورنالیست تحت ریاست رئیس دادگاه پنجکند روز 25 می در بازداشتگاه شهر خوجند آغاز یافت. مرافعه پرونده ژورنالیست که 6 مارس در حبس قرار دارد و به همکاری با سازمان‌های ممنوع عیبدار می شود، روز 26 می در همین جا ادامه می یابد. از خورشید فوزیلوف دو وکیل مدافع دلفروز سمدووا و انور باباخانوف حمایت می کنند. انور باباخانوف در دادگاه اتهام ضد خورشید فوزیلوف را به اساس و نفر تحت حمایتش را بیگناه نامیده خواستار آزاد کردن او از تالار مرافعه شده است. خوشبخت فوزیلوف برادر خورشید فوزیلوف به رادیوی آزادی گفت پس از طلب دادستان و سخنرانی وکیل مدافع بحث به میان آمده، او و مادرش را پس از 2 ساعت انتظاری به مکان مرافعه راه دادند. سودیا پرسید که خورشید واقعا روزنامه‌نگاری میکرد یا نه. گفتم عضو اتحادیه ژورنالیستان تاجیکستان است و در تلویزیون محلی کار میکرد. مسئول سامانه بخش اداره آب و هوا در نویه است. گپ‌های ما را ثبت کردند، نقل کرده است خوشبخت فوزیلوف. از عزیزه نومانووا مادر روزنامه‌نگار پرسیدند که آیا خورشید فوزیلوف او را نگاهبین میکرد یا نه. سوال دادند که کمک مالی میکند. گفتم فرزندم را با نان حلال کلان کردم که در این روزها دستم را گیرد. با تهمت او را به اینجا آوردند. سخت در تشویشم، گفت امینه نومانووا. خورشید فوزیلوف روز 6 مارس سال 2023 از جانب کارمندان شعبه کمیته امنیت ملی در شهر پنجکند دستگیر شد. ابتدا او با جرم گویا اطاعت نکردن به امر کارمندان امنیت به 5 شبانه روز حبس مأموری محکوم شد و سپس با اتهام همکاری با سازمان‌های ممنوع به ضدش پرونده جنایتی گشوده او را به بازداشتگاه خوجند فرستادند. ریاست امنیت ولایت سوخت تحقیق پرونده خورشید فوزیلوف را روز 2 می به پایان رساند. به ضد خورشید فوزیلوف بر اساس یک بند کودکس جنایتی تاجیکستان ماده 307 علاوه 3 قسم 2 کودکس جنایتی همکاری با حزب و حرکت‌های فعالیتشان در تاجیکستان ممنوع عیب اعلام شده است. به او بر اساس این بند قانون از 5 تا 8 سال زندان تهدید می‌کند. در یک سال آخر خورشید فوزیلوف علاقه پنجمین ژورنالیست تاجیک است که با اتهام شبهه آوری همکاری با سازمان‌های ممنوع به پس پنجره کشیده می شود. در تابستان سال 2022 با این اتهام ژورنالیستان مستقل تاجیک دلیر امامعلی، عبدالله غربتی، ذوقبیک سیدامینی و عبدالستار پیر محمدزاده دستگیر شدند. دلیر امامعلی به 10 سال، غربتی به 7 سال و 6 ماه و 2 دیگر به 7 سال زندان محکوم گردیدند. حامیان حقوق پرونده های ضد این 5 خبرنگار تاجیک و همچنین حکمای طولانی ژورنالیستان و بلاگرهای زاده بدخشان را 3 و انتقام برای فعالیت کسبی ژورنالیستی و بلاگریشان میدانند و آزادی آنها را طلب دارند. از جمله 5 سازمان بین المللی حامی حقوق روز 24 مارس در اظهارات مشترک خود این موردها را بخشی از سرکوب دیگراندیشی در تاجیکستان عنوان کرده از حکومت تاجیکستان طلب کردند که ژورنالیست و حامی حقوق خورشید فوزیلوف را بلافاصله آزاد و تعقیب ژورنالیستیک مستقل را بحث کنند. دوشنبه تا حال به این دعوت‌ها یگان پاسخ نداده است. تاجیکستان امسال در ردبندی جهانی آزادی مطبوعات از جمله به دلیل حبس ژورنالیستان و بلاگرها باز یک زینه پایان‌تر رفت و در بین 180 کشور در زینه 151 قرار گرفت.